روز و روزگارتون بخیر و شادی باشد. تماشابینان عزیز، گزارش‌های مستقیم ما از بازی سوپرلیگ تاجیکستان اوید به فوتسال در سال 2025 ادامه دارند و اکنون ما میرسیم پس از انجام دو مرحله که در مسابقه فوتسال بود. اکنون مرحله سوم این بازی پلی آف است. باز هم در رقابت‌ها جالبیت، باز هم البته بازی‌ها مشکل تر می شوند برای آن دستهایی که تا به مرحله پلی آف مسابقه رسیدند. و حالا اکنون بیاید من به شما جفتوی مرحله پلی آف را گویم که از دو بازی عبارت خواهد بود. سورو کمپانیا کلوب مرکزی ورزشی ارتش که غالب این جفت در مرحله نیم نهایی مسابقه با دسته استقلال بازی میکند. در این میان دسته امانت بانک و سامان با یکدیگر بازی میکنند و غالب این جفت با دسته سپر که چند روز پیش توانست که جام تاجیکستان را به دست آورد. در فینال آنها توانستند که در یک بازی مشکل بر سورو کمپانیا با حساب 3-2 موفقیت به دست آورند. با همین تیم روبرو خواهد شد. به همین ترتیب در موسم امسال الکی در سوپر جام تاجیکستان اوید به فوتسال توانست که دسته سورو کمپانیا استقلال را شکست بدهد. این جام را بالا سر بردارد. در جام تاجیکستان باشد سپر توانست که قهرمانی پنجگرته مسابقه سورو کمپانیا را ناکام سازد و باری اول بود که سورو کمپانیا در فینال شکست خورد. و مکنون ببینیم که در سوپرلیگ که باز هم اینجا مبارزه شدیدتر می شود، کدام دسته می تواند که به قهرمانی رسد. دوستان عزیز، اگر ما به جدول مسابقه هم یک نظر افکنیم، این مدعا خواهد بود در همین لحظه. بعدا هیئت دسته را به شما معرفی خواهم کرد. ببینید دوستان عزیز که دسته سپر با 40 امتیاز در زمین اول مستقیما به دور نیم نهایی مسابقه راه یافت. دسته استقلال باشد با 32 امتیاز، یک امتیاز بیشتر از سورو کمپانیا کسب کرد و این دسته نیز در قطار سپر راه خود را مستقیما به مرحله نیم نهایی مسابقه هموار نمود. سورو کمپانیا، امانت بانک، سامان کلوب مرکزی ورزشی ارتش این دسته در بازی گزارشی و خود پلی آف با یکدیگر بازی میکنند و دو دسته غالبی دو جفت به مرحله نیم نهایی مسابقه راه خود را هموار میکنند. روشن و اگر دست باشد نتوانستند که از گروه به بازی پلی آف راه یابند. همه چیز برای آغاز بازی میان دسته‌های امانت بانک و سامان آماده است دوستان عزیز و می‌بینیم که اکنون وقتی معین شدن نیست فرا رسیده ایستاده است و دسته‌های امانت بانک و سامان که حالا بازیشان در مجمع ورزشی کمیته اندازی جمهوری تاجیکستان چند لحظه پس آغاز می‌گردد در حالی آغازیابی هم هست. همین مجمع ورزشی کمیته انداز دوستان عزیز روز 10 دکبر فینال جام تاجیکستان را میزبانی کرده بود که ما در همین جا یک بازی بسیار هم جالب دیدنی را تماشا کردیم که چند لحظه پیش یادآور شدم که دسته‌های سپر و سورو کمپانیا با یکدیگر بسیار هم بازی جالب و تماشاباب نیز داشتند. سامان نیز بسیار هم حیاتی خوب دارد دوستان عزیز. امانت بانک نیز همین طور و امروز در بازی میان این دو دسته نیز ما و شما را یک رقابت جالب، یک رقابت دیدنی و شاید یک رقابت سرگل انتظار باشد. به همین خاطر یک و یک شما را دعوت به میان میاریم تا این بازی را با ما یک جای در مجمع ورزشی کمیته اندازی جمهوری تاجیکستان پیگیری کنید. آنهایی که به مجمع آمدن البته در نزدیک بازی را تماشا میکنند و آنهایی که نتوانستند میتوانند طریق شبکه ما این بازی را پیگیر باشند. بازیگران دسته سامان پس از صدای هشتک داوری بازی بلند شدن از مرکز میدان بازی را آغاز میکنند. بیاید من هیئت دسته را به شما آشنا سازم. نخست دسته میزبان امانت بانک را حالا هیئتش را به شما معرفی میکنیم و آغاز میکنیم از هیئت پنجگانه اولیه. دروازه‌بان سعید ریزا سروری، دیگر بازیگران رقم 4 محسن محمدزاده، 10 امیر کوزیف، 14 نسیم شریف و 23 مراد جان مرادوف و اون نفرانی که در ذخیره هستند رقم 9 فریدون نعمتوف، رقم 55 صابر گلیاکوف، رقم 7 ایدیبای اولیموف، 17 باشد منوچهر شریفوف، سرمربی این تیم عبدالله سیاه مردانوف است. هیئت پنجگانه اولی دسته سامان باشد چنین است. در دروازه 76 فیروز بازمحمدوف، دیگر بازیگران رقم 17 رضا طلایی، 11 خسرو خالق نظروف، 7 مهرداد کریموف، 10 باشد حمید غلامی. بازیگرانی که در ذخیره هستند 77 محمد افغانوف، 70 حاتم شاهرحمانوف، 9 شهریار جمعه خانزاده، 8 کامران جان خوشوقتوف، 12 خوشوقت ایسویف، 22 شاهروز بکمرادوف، 18 حاجی جان سعیدوف. سرمربی این تیم از کشور ایران است مصطفی افشاری.
довари асосии бозии имрӯза Наврузҷони Сулаймон аст. Дар канорҳо ба кӯмак мекунанд Рашид Саидтабаров ва Аминҷон Шокиров. довари сони санҷ Сайёра Саидова аст. комиссари бозӣ бошад Шоҳрух Содиқов ва шораи шумо бошад ман Фаридун Сафарзода ҳастам. аз канори майдон тӯбро ба бозӣ хоҳанд даровард бозигарони дастаи Амонатбонк. бисёрам хуб. ҳоло талошҳоро мебинем аз ҷониби бозигарони дастаи Сомон ки фишор оварда истоданд. тавсси канори чап талошҳои бозигарони дастаи Амонатбонк. бозии аввали марҳилаи плей-офф ки минои дастаи Сорокампания ва клуби марказии варзиши Артиш буд. дӯстони азиз, аллакай ин бозӣ хотима ёфтааст. бозии ин ду даста дар кохи Олим дар шаҳри Душанбе сурат гирифт. ва дар ин бозӣ дӯстони азиз, дастаи Сорокампания тавонист ки рақиби худро бо ҳисоби бузург шикаст бидиҳад. як бозӣ бисёрам сергол буд. ва дар ҳамин бозӣ дӯстони азиз, Сорокампания бо ҳисоби 11-5 тавонист ки клуби марказии варзиш Артишро шикаст бидиҳад. ҳоло бозии дуюм низ он ҷо сурат мегирад ки дастаҳои Сорокампания ва клуби марказии варзиши Артиш бо якдигар бозӣ мекунанд. дӯстони азиз, баъдан он ҷо маълум мешавад ки кадом даста роҳи худро ба бозии марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор мекунанд ки он ҷо дастаи Истиқлол ғолиби ин ҷуфтро интизор аст. талошаи бозигарони дастаи Сомон бисёрам хуб. ҳоло фурсат пайдо мешавад барои дастаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон. зарба низ иҷро карда шуд. довар садои шакашро баланд мекунад ва дар ин мебинем ки Меҳрдод Каримов аз пои афтида аст. муҳсин муҳаммадзода ҳамватани ӯ дар баробараш қоидаи бозиро вайрон кард. ҳоло масофа наздик аст ва як фурсати бисёрам хуб пайдо мешавад барои бозигарони дастаи Сомон ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз ин имконияте ки ҳоло аст чӣ гуна истифода мекунанд бозигарони Сомон. худи бозигари ҷабрдида Меҳрдод Каримов дар назди тӯб аст. мутаваҷҷеҳ мешавем. довар иҷоза медиҳад. зарбаи мустақими Меҳрдод ва гол. ҳисоб 1-0. дӯстони азиз, дастаи Сомон дар ҳисоба пеш мебарояд. Меҳрдод Каримӣ дар ҳамин фурсат муаллифи гол мегардад. бинед чӣ гуна мавқеият гирифт Меҳрдод. зарбаи устувори ӯ ва дарвозабони дастаи Амонатбонк дар ҳамин фурсат натавонист ки ин ҳолатро бартараф кунад. Сомон дар бозии имрӯза аввалин шуда ҳисобро кушод ва акнун дар идома талошҳои бозигарони тими Амонатбонкро мебинем ки онҳо то куҷо акнун муваффақ мешаванд ки ҳисобро баробар кунанд. сармураббии дастаи Амонатбонк Абдулло Сиҳмардонов бибинед ки чӣ гуна бозии шогирдони худро акнун назорат дорад. ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Сомон. бисёрам хуб. пас ба қафо.
عموما اون لگنرهایی که در رده دسته سومون هستن اونو نیز خیلی هم خوب بازی میکنن، مخصوصا مهرداد کریمی، حامد غلامی، رضا طالایی از بازیگران کلیدی دسته سومون نیز هستند. موقعیت میگیرد فیروز باز محمدوف. من دروازه‌بان دسته سومون نیز از دروازه‌بان‌های خوب در موسم امسال سوپرلیگا هست. البته در هر یک بازی باز محمدوف میتواند که با سیف‌های اولی خود و دسته سومون کمک جدی نیز رساند. یک فرصت دیگر پیدا می شود برای سرخپوشو و اکنون در همین فرصت چگونه موفق نمی شود مهرداد کریمی. تلاش از جانب بازیگران دسته امانتبان بدون نتیجه است. بسیار هم خوب اینجا توپ را میگیرند بازیگران سومون. اگر در همین جفت غالب سومون شود دوستان عزیز و بوسیپر گفتیم در مرحله نیم نهایی مسابقه روبرو شود، پس برای سومون باز هم یک بازی دشوار خواهد بود، چون که ما دیدیم در مرحله نیم نهایی جام تاجیکستان سومون با حساب 6-1 از سپر شکست خورد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانتبان فرصت پیدا می شود. حالا باید به همین فرصت که از متوجه میشیم که سبزپوشا ضربه را اجرا میکنند، اما فیروز باز محمدوف در دروازه خود استوار است و میتواند که این حالت را برطرف کند. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانتبان. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سومون. می‌بینیم که فشار نیز بیشتر شده است از جانب بازیگران دسته امانتبان. توپ را با نیز هست از اشتباهی که خود بازیگران دسته سومون داشتند، اما از زمین فرصت استفاده برده نمی‌توانند بانکداران. از ضربه کنجی توپ را به بازی می‌درارند بازیگران دسته سومون. برطرف کرده می شود این فرصت از جانب محسن محمدزاده. در موسم امسال سوپرلیگ کشور ما بیشتر لیگنروی برزیلی و ایرانی را در دست مشاهده میکنیم. هم ایران هم برزیلیا، البته برزیلیا که از بهترین دستای فوتسال در جهان را دارد که آن قهرمانی 5 کرته هم در فوتسال و هم در فوتبال در جهان محسوب می شود. و حتی چند روز پیش دسته زنانه فوتسال برزیل نیز عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. در فینال بر عنوان پرتغالیا با حساب 3-0 پیروزی به دست آورده بود. ایران نیز در آسیا دستای رقمی 1 است و اینها رو من برای چی به شما میگویم؟ ببینید ایران از همه بیشتر در آسیا عنوان قهرمانی را دارد در فوتسال و اینها رو من به اون خاطر اشاره میکنم که
در کشورهایی که فوتسال خیلی هم ترقی کرده است میبینیم که از این کشورها با چمپیونات ما میوین هنرنمایی میکنن لیگنرها و این باعث میتواند که رشد فوتسال رو در لیگ کشوری ما و همچنین من رقابت پذیر رو در سوپرلیگا افزون نماید. و ببینید که چگونه ضربه اجرا کرده می شود از جانب محسن محمدزاده. پهلوتر از دروازه توپ از میدان بیرون شد. یک فرصت بسیار هم خوب پیدا شد برای بازیگران دسته امانت بانک اما موفق نشدند. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک بدون نتیجه بود. تغییرات در حیاتی دسته سامان انجام داده می شود. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک بسیار هم خوب و ببینید که چگونه پس در سطح عالی انجام داده شد در همین فرصت از جانب ایدیبای اولیموف، اما هم دسته او درست رو درک نکرد و نتوانست که توپ را هم در اختیار خویش بگیرد. از کناری راست هجومی دسته امانت بانک بیاد متوجه میشیم. حالا فرصت هم پیدا میشود برای سبزپوشا و اکنون اینجا به تنهایی مبارزه برده ایستاده است بازیگر این تیم صابر جان گلیاکوف. دستگیری مخلصان نیز بیشتر می شود در میدان. باز هم میتواند که به بازیگران هر دو تیم روحیه مثبت بخشد. حالا فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته امانت بانک. ضربه بلندتر اجرا کرده شد از جانب کاپیتان این تیم امید کوزیف. از زمره بازیگران کلیدی دسته امانت بانک است امید کوزیف و تا امید سالهای اخیر شرفی همین تیم را حمایت کرده ایستاده است. یک فرصت بسیار مناسب بود برای بازیگران دسته امانت بانک، اما میبینیم که در همین فرصت اندکی هم دیگر را درست درک نمیکنند. فشار بیشتر شده ایستاده است از جانب بازیگران دسته امانت بانک. امکانیت پیدا میشد بازم برای دسته سامان و ببینید که چگونه یک فرصتی خوب بود برای مهرداد کریمی. ضربه را نیز اجرا نمود و در این میان میبینیم که دروازه‌بان چگونه این فرصت را برطرف کرد.
تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سومون. کلام احساساتی است سرمربی دسته سومون مصطفی افشاری، متخصص کردون است. این متخصص و البته سالانی زیاد است که در کشور ما فعالیت کرده است. سرمربی منتخب به عنوان فوتسال کشور بود. قبل از این پیش از دسته سومون موسم گذشته با دسته پایتخت فعالیت میکرد و حالا این موسم دسته سومون را راهنمایی کرده است. قاعده بازی بیان کرده می شود از جانب کامران جان خوشوقتوف. فرصت دیگر برای پیدا می شود برای بازیگران دسته امانت بانک و ببینید که توپ به تیر دروازه برمیخورد و به آن وارد نمی شود. یک فرصتی خوبی گلزنی از بین می رود برای بازیگران دسته امانت بانک. محسن محمدزاده ببینید که در همین فرصت چگونه ضربه را اجرا کرد و محض تیر دروازه باعث گردید که توپ به دروازه سومون وارد نشود. تیر دروازه اینجا به قول جانی فیروز بازمحمدوف را میخرد. اگر تیر دروازه نمیشد پس توپ در دروازه فیروز بازمحمدوف بود. فرصتی دیگر برای پیدا می شود برای بازیگران دسته امانت بانک و باز هم آنها موفق نمیشوند. امید کوزیوفی نباید موفق نگردید. 10 دقیقه بازی پسی سر شد. تلاش نوبتی از جانب سبزپوشا، پس به کناری راست ضربه نیز اینجا باید اجرا کرده میشد از جانب ولیاکوف، اما ضربه را اجرا کرده نتوانست به جانب دروازه سومون که یک فرصت بسیار مناسب بود. دروازه‌بان امانت بانک اینجا ضربه را برمیگرداند. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک، ضربه اجرا کرده می شود از جانب محسن محمدزاده. فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته امانت بانک و در این میان میبینیم که موفق نمی شوند بازیگران سومون. موفق نگردید در همین فرصت محسن محمدزاده. فشار ادامه دارد از جانب بازیگران امانت بانک. پورا در دفاع بازیگران سومون. حالا توسط کنار چپ محسن با توپ است، پسی به خفا ولیاکوف اینجا میگذرد از بازیگر دسته سومون و او را از پای میافتانند و قاعده بازی نیز در همین موقع میدان ویران کرده می شود. محمد افغانوف بود که صابرجان ولیاکوف را از پای افتانید.
تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سامان بدون نتیجه است. فشار میارند بازیگران امانت بانک و ببینید که مشکل هم افتیده است دست برای بازیگران سامان تا آنها به نیمه میدانی دسته رقیب روند. حالا امکانیت پیدا میشود برای سرخپوشو و برطرف کرده میشود. این فرصت نیز از جانب دیبو اولیموف از هیئت دسته امانت بانک. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک پس به خفا را در نیمه میدان خودند. بازیگران سامان فرصت هم پیدا می شود برای سبزپوشو و اکنون ضربه که بود اینجا بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. سعید رضا سرور اینجا درست‌تر ضربه را اجرا کرده نتوانست. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک بسیار هم خوب. حالا اینجا فرصتی دیگر پیدا می شود و می بینیم که فیروز بازمحمدوف توپ را داشته می گیرد. مهرداد کریمی موفق نمی شود پس به خفا توپ باز هم در اختیار بازیگران دسته امانت بانک می شود. قهرمان فعلی سوپرلیگ کشور این دسته سورو کمپانی می باشد دوستان عزیز که در بازی حل کننده بر استقلال ظفر یافته بود. قاعده ویران کنی نیست اینجا داور به چیز اشاره نمی کند. زود به هجوم میگذارند بازیگران دسته سامان. امکانیت هم پیدا می شود برای سرخپوشو. ضربه نیز اجرا کرده شد اما بلندتر از دروازه توپ از میدان بیرون می شود. خسرو خالق نظروف یک فرصت بسیار هم خوب را از دست می دهد. حالا سرمربی دسته سامان مصطفی افشاری اینجا تایم اوت میگیرد. آیسته مخلصان نیز در مجمع ورزشی کمیته انداز صفحشون زیاد گردیده ایستاده است، گرچه که بیشتر نشست گل خالی هستند اما می‌بینیم که با آیستگی مخلصان نیز تشریف آورده است. این هم همون حالتی است که مهرداد کریمی از ضربه جریمه‌ای با ضربه استواری خود توپ را به دروازه دسته امانت بانک زد و تا هنوز ما پس از همین دیگر شاهد گل در این بازی نشدیم و فرصتی خوبی که برای دسته امانت بانک بود اونجا توپ به تیر دروازه برخورد و با دروازه فیروز بازمحمدوف اینجا توپ وارد نگرد. امکانی خوبه که امانت بانک داشت، این همون فرصت بود. حالا ضربه کنجی توپ را به بازی می‌درارند بازیگران دسته سامان. داور اجازه می‌دهد پس به خفا یک ضربه دیگر اجرا کرده می‌شود از جانب بازیگران سامان اما ضربه بلندتر.
5 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. حساب 1-0 به فایده سامان دانشگاه ملی تاجیکستان است. بانکداران تا هنوز موفق نمیشوند در برابر سامان که حساب را برابر کنند، گرچه که آنها امروز میزبان هستند. سامان بازی جوابی را در میدان خانگی خود در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار میکند. و من اگر ما به شرط و شرایطی که دسته سامان دارد نظر افکنیم، آنها اون مجمع ورزشی که دانشگاه ملی تاجیکستان دارد از همه شرط و شرایط زمانوی البته دورو است، همه شرط و شرایط ها را دارد و تنها برای دسته سامان آنجا درست آنها را باید استفاده کنند و نتیجه بهتر را نیز نشان میدهند. مقابل فیروز باز محمدوف قاعده بازی ویران کرده می شود. کارت زرد نیز اینجا از جبهه داور بیرون می شود و به ایدیبوی اولیموف نشان داده می شود. اولین کارت زرد در بازی امروزه که داور از جبهه خود بیرون کرد. پس از همین حالتی که مقابل باز محمدوف ببینید که چگونه قاعده بازی ویران کرده شد. خوب است، بازی را ادامه داده میتواند باز محمدوف. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک. توپ را بسیار هم خوب بود و اینجا قاعده بازی نیز ویران کرده شد و اکنون ضربه جریمه‌ای به فایده دسته امانت بانک است. مسافت نه چندان مسافت دور است، 9 یا 10 متر است و می‌بینیم که از همین امکانات چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته امانت بانک. خسرو خالق نظرف بود که قاعده بازی را ویران کرد و اینجا اکنون تایم اوت میگیرد سرمربی دسته امانت بانک عبدالله سیاه مردانوف. شاید به شاگردان خود توصیه بدهد که چگونه از همین وضعیت استانداردی که حالا هست استفاده کنند و حساب را برابر کنند. در آغاز رقابت سامان از همین مسافه اندک نزدیکتر بود. مسافه از ضربه جریمه‌ای استفاده برده با گل مهرداد کریمی در حساب پیش برآمد. حالا اکنون امانت بانک امکان دارد که از چنین فرصت استفاده کند و تناسب را برابر نماید، اما تا کجا آنها موفق میشوند حالا میبینیم. موقعیت میگیرند بازیگران دسته امانت بانک. محسن محمدزاده در نزد توپ است. فیروز باز محمدوف باشد اینجا در دروازه با هم دسته خود اشاره میکند که چگونه باید دیوارچه دفاعی رو اینجا بازیگران تشکیل بدهند. داور اجازه میدهد بیاید متوجه میشه. پس میدهد ضربه نیز اجرا کرده شد و فیروز باز محمدوف میتواند که این حالت رو برطرف کند. محسن محمدزاده ضربه نزد بلکه پاس داد، اما هم دستش که ضربه بسیار هم قوی داشت اینجا برطرف کرد فیروز باز محمدوف. یک فرصت بسیار مناسب پیدا میشود برای دسته امانت بانک و یک بازیگزار بسیار عالی صابر جان گلیاکوف میتواند که حساب را برابر کند در دقیقه 16 بازی. 1-1 بسیار هم بازیگزار زیبا بود از جانب بانکداران. محسن محمدزاده در همین فرصت در سطح عالی بازی کرد و بعدا پسی به هم دستش پس باز به سمت گلیاکوف و باشد دو سر توپ را به دروازه باز محمدوف روان کرد. ببینید در همین فرصت توپ را صاحب شده نتوانست رضا طلایی، بعدا محسن بسیار هم خوب بازی میکند پسی به امید قوزیوف، پسی امید قوزیوف به سمت گلیاکوف و باشد بدون مشکلی توپ را به دروازه باز محمدوف زد. حساب 1-1 می شود. باز هم جالبیت در بازی امانت بانک و سامان. حالا اکنون پس از مساوی شدن حساب بیشتر خواهد شد.
قاعده بازی مقابل بازیگر سامان اینجا ویران کرده شد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران سامان، باز همینجا اشتباه از جانب ریزا تولای است. چند لحظه پیش توپ رو گرفته نتوانست و گولیاکوف گل زد. حالا باشد باز ببینید که در همین فرصت نزدیک بود که یک اشتباهی جدی انجام میدهد لیگنری دسته سامان. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سامان توسط کناری راست هجوم دسته را اندازی کرده می شود و در این میان میبینیم که موفق نمی شود اکنون بازیگر این تیم. از کناری راستی میدان توپ را به بازی می درآورند بازیگران دسته سامان. ضربه اجرا کرده شد و میبینیم که صدگذاری نیز در سطح عالی بود از جانب بانکداران. هجوم دسته امانت بانک توسط کناری چپ را اندازی کرده می شود. فرصت هم پیدا می شود اما اینجا گولیاکوف اینا باید درست‌تر ضربه را به جانب دروازه بازمحمد فراوان کردن نمیتواند. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سامان برطرف میکنند این فرصتی که اولو برای دسته سامان بود. بازیگران امانت بانک توسط کنار چپ هجوم دسته را اندازی کرده می شود اما اینجا توپ از میدان بیرون می شود. از همین موقعیت ضربه اجرا کرده شد اما توپ به خود بازیگر دسته امانت بانک برخورد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک بسیار هم خوب. بالا فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته امانت بانک و اکنون در این میان می بینیم که موفق نمی شود سعید ریزا سروری. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک اما موفق نمی شوند. ضربه از همین مسافه اجرا کرده شد از جانب محسن محمدزاده. توپ را به بازیگران دسته سامان توسط کنار راست هجوم دسته را اندازی کرده می شود. و هم کوشش نوبتی از جانب بازیگران سامان. محمد افغانوف پسی به خفا.
Тавсикануричи ҳуҷуми дастаи Амонатбонк. бартараф мекунанд дифоъгарони дастаи Сомон. ва акнун дар ин миён мебинем ки муваффақ намешаванд бозигарони дастаи Сомон. ҳамин тартиб қисми аввали бозӣ дӯстони азиз бо натиҷаи мусовӣ 1-1 хотима меёбад. аз сайти Сомон Меҳрдод Каримӣ ва сайти Амонатбонк бошад Собирҷон Гуляков голҳоро ба самар расониданд. танаффус мекунем ва пас аз чанд лаҳза боз бармегардем ба маҷмӯи варзиши кумитаи андози ҷумҳурии Тоҷикистон. моро дар қисми дуюм низ ҳамроҳӣ кунед.
دوستان عزیز برمیگردیم با مجمع ورزشی کمیته اندازی جمهوری تاجیکستان و قسم دومی بازی میان دسته امانت بانک و سومون. قسم اولی بازی با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت. از سایت دسته سومون آنجا مهرداد کریمی گل زد و از سایت دسته امانت بانک باشد مؤلف گل گردید صابرجان گلیاکوف. با این ترتیب دوستان عزیز قسم اولی بازی با نتیجه مساوی خاتمه یافت و اکنون می‌بینیم که در قسم دومی بازی کدام دسته میتواند که موفق بشود. یادآور میشم که دسته که 2 غلبه به دست میآورد دوستان عزیز میتواند که راه خود را به مرحله نیم نهایی مسابقه هموار کند و اونجا با دسته سپر بازی میکند. البته من اینجا دسته امانت بانک و سومون رو در نظر دارم. در جفت دیگر که سورو کمپانیا و کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی کرده استودند آنجا این دسته با دسته استقلال در مرحله نیم نهایی مسابقه روبرو میگردند. والکای دسته سورو کمپانیا با حساب 11-5 توانست که کلوب مرکزی ورزش ارتش رو شکست بدهد و اولو می‌بینیم که بازی سومون و امانت بانک با چه نتیجه خاتمه می‌یابد. البته در بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش و سورو کمپانیا مدعی تیم سورو کمپانیا است و شاید الکی آنها در بازی دوم غلبه را به دست آورده به مرحله نهایی مسابقه راه یابند. اما در بازی امانت بانک و سومون باز هم که هر دو دسته توجیه قوه برابر هم دارند، بازی جالبتر و تماشابابتر و جذابتر نیز خواهد بود. حالا ببینیم اکنون اینجا توپ در اختیار بازیگران دسته سومون است. تلاش‌ها را از جانب بازیگران این تیم می‌بینیم. توپ در اختیار بازیگران دسته امانت بانک است. سعید ریزا سروری پاسیو به کناری راستی میدان. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک با توپ از حالا صابرجان گلیاکوف پاس میدهد. فرصت هم است اینجا اکنون امکان ضربه زنی پیدا نمیشد برای فریدون نعمتوف که حالا در قسم دوم او را به میدان میبرد سرمربی، گرچه که در قسم اول او وارد میدان نشده بود. محسن محمدزاده اینجا نمیتواند از حمید غلامی گذرد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک امکانیت پیدا میشد. ضربه فریدون و میبینیم که فیروز باز محمدوف اینجا میتواند که باز هم یک سیف فیولی دیگر انجام بدهد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک. ضربه که بود اینجا پلوتر از دروازه از میدان بیرون می شود. با توپ بازیگران دسته سومون حمید غلامی اشتباه پاس میدهد و این فرصتی که برای امانت بانک بود بدون نتیجه انجام میبرد.
حالا توپ به بازی می‌دارند بازیگران دسته سومون. دستی کناری چپ ضربه نیز اجرا کرده میشود. صدگذاری از جانب بازیگران دسته امانتبانک. حالا هجوم این تیم نیز راهاندازی کرده میشود. با توپ است در همین فرصت اکنون اینجا نسیم شریفوف اندر یک دیگر بازی میکنند بازیگران امانتبانک. فشار نیز از جانب دسته سومون هست. محسن محمدزاده در آغاز قسم دوم بازی متوجه میشیم که بیشتر فشار از جانب بازیگران تیم امانتبانک است. دوستان عزیز محسن بسیار خوب و اینجا در مرکز میدان قاعده بازی را ویران میکند. در همین فرصت بازیگر دسته سومون امید خوزیف را باز داشت و داور نیز اشاره کرد که اینجا قاعده بازی ویران شده است. یک ضربه دیگر اجرا کرده می شود از جانب بازیگران دسته امانتبانک و فیروز باز محمدوف در موقع خود استوار است و این حالت را می تواند که برطرف نماید. در آغاز قسم دوم نسبت به سومون فعالتر در میدانند بازیگران دسته امانتبانک. قاعده بازی مقابل بازیگر دسته سومون ویران کرده شد. داور نیز صدای اشتراکی خود را بلند کرد و حالا می‌بینیم که چیا گویی نشان می‌دهد به بازیگر دسته امانتبانک. ببینید در همین فرصت که چگونه قاعده بازی را ویران می‌کند محسن محمدزاده در برابر مهرداد کریمی. هر دو هم از کشور ایران هستند. با بازیگذاری تو از ضربه جریمه توپ را به بازی درآوردند سرخپوشا. خسرو خالق نظرов پسیو به خفا. امید غلامی پسیو به سمت خط حمله بود اما توپ تا به همدستی ها رفتن نرسید و در این میان محسن محمدزاده نیز موفق نگردید. و اکنون اینجا ضربه که بود ببینید پهلوتر از دروازه توپ از میدان بیرون می شود. ضربه اجرا کرده می شود از جانب خسرو خالق نظرов اما بدون نتیجه بود. یک ضربه دیگر و می بینیم که اینجا چگونه ضربه قوی بود از جانب بازیگر دسته سومون و با مشکل این حالت رو دروازه‌بان تیم امانتبانک برطرف میکند. از ضربه کنجی تو به بازی درآورده میشود. یک فرصت دیگر پیدا میشود. پس به سمت حمید غلامی موقعیت میجوید. ضربه حمید غلامی یک فرصت دیگر پیدا میشود. ضربه و گل. دسته سومون در حساب باز به پیش میبرد. دوستان عزیز کامران جان خوشوقتوف در همین فرصت مؤلفی گل میگردد. حساب 2-1 می شود. مراد جان مرادوف در همین فرصت نتوانست که توپ را بگیرد. گرچه که قسم دوم را بسیار فعالانه آغاز کردند بازیگران دسته امانتبانک دوستان عزیز اما ببینید که در فرصتی به میان آمده چگونه سامان می تواند که در حساب باز به پیش برآید. چرا ضربه استوار بود از جانب کامران جان خوشوقتوف.
تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک البته بهره برابر کردن حساب است. امید کوزیف از میدان گرفته می شود از سایت دسته امانت بانک. البته اندک نفسش رو راست می کند و بعدا باز رو سرمربی می تواند که به میدان آرد. باز محمدوف توپ رو می گیرد. یک فرصت خوبی دیگر برای بازیگران دسته سامان بود و در این فرصت مراد مرادوف خود را فاول نشان داد. ضربه کنجی به فایده دسته سامان است. حالا از کنار راستی میدان توپ به بازی درآورده می شود و اینجا می‌بینیم که سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش نیست بازی را از نزدیک تماشا کرده است. گرچه که دسته او از تیم سرو کمپانی مغلوب شد با حساب 11-5. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک. فرصت پیدا می شود. ضربه نیز اجرا کرده شد و فیروز باز محمدوف می تواند که این ضربه را برطرف کند. فرصتی بسیار هم خوب بود برای بازیگران سامان و در این میان ببینید که مراد مرادوف نیز در دروازه فعال بود و نتوانست که توپ را به دروازه تیم امانت بانک زند. بازیگر دسته سامان یک حالت خوبی گلزنی از بین می رود. ببینید پس چگونه در سطح اولی انجام داده شد و در همین فرصت تمشو رحمانوف ضربه را اجرا کرد اما دروازه‌بان امانت بانک آن را برطرف کرد. از کنار چپ و ضربه کنجی توپ به بازی درآورده می شود. باز هم ببینیم که اینجا مراد مرادوف می تواند که در موقع خود استوار باشد. هجومی دسته سامان پس به کناری راستی میدان و اکنون اینجا اندک درست‌تر توپ را به سمت هم دستش بست داده نمیتواند. مهرداد کریمی محمد افغانوف در موقع خوب بود اما توپ به سمت اون نرفت. گلیاکوف پسی بسیار عمالی انجام میدهد. گلیاکوف فرصت برای دسته امانت بانک. گلیاکوف حالا خود امکانیت دارد ضربه را اجرا میکند و اینجا باز محمدوف برطرف میکند. چگونه پس به سمت سعید رضا سروری در سطح اولی انجام داده شد از جانب گلیاکوف اما او نتوانست که از همین فرصت استفاده کند. یک امکانی خوبی گلزنی برای دسته امانت بانک از بین می رود دوستان عزیز. تلاش نوبتی از جانب بازیگران سامان بدون نتیجه است. مراد مرادوف اکنون از دروازه توپ را به بازی می درآورد. گلیاکوف خواست که از میان دو نفر گذرد اما قاعده بازی را مقابلش ویران کردن در مرکز میدان بازیگران سامان. سعید رضا سروری ضربه اجرا کرده می شود از جانب نسیم شریپوف. اینجا اعتراض میکنند بازیگران دسته امانت بانک. البته گرچه که در بازی فینالی جام تاجیکستان ور بود اما در این بازی سیستم ور نیست. چیزی را که داور دید البته اونجا تعیین خواهد کرد و چیزی که از نظری او دور ماند البته اعتراض کردن دیگر فایده ندارد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک. نسیم شریپوف
تلاشای او و اینجا اشاره میکند داوری کناری که توپ از میدان بیرون شده است. عزت الله عزت توپ رو از اوت به بازی در آورد. فشار بیشتر شده است از جانب بازیگران دسته امانت بانک. ولیاکوف پسی به کناری راست. تلاش نوبتی از جانب بازیگران امانت بانک. پوینت است، ضربه نیز اجرا کرده می شود. وسط گذاری از جانب بازیگری دسته سامان مهرداد کریمی بود. اینجا از کناری راست سالو از ضربه کنجی توپ را به بازی می درآورند سبزپوشا. شورم خوب اینجا توپ را از دست میدن اکنون بانکداران. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سامان. اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. داور صدای اشتکش رو بلند میکند. زود محسن محمدزاده توپ را به بازی در آورد. ده دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام بازی اولی که حالا امانت بانک و سامان دارند و گفتیم که دسته که دو غلبه به دست میارد دوستان عزیز میتواند که به مرحله نیم نهایی سوپرلیگ تاجیکستان اوید به فوتزال راه یابد و اونجا با دسته سپر بازی خواهد کرد. توسط کناری راست هجوم دسته امانت بانک بدون نتیجه است. و اکنون ضربه اینجا بلندتر اجرا کرده می شود از جانب سبزپوشا. حمید غلامی توسط کنار راست هجوم دسته سامان را راه اندازی می کند. محسن محمدزاده باز محمدوف موقعیت میگیرد. یک ضربه دیگر اجرا کرده شد و اینجا میبینیم که موفق نمیشوند بازیگران دسته امانت بانک. بین ضربه چگونه اجرا کرده شد اما به دروازه وارد نشد. حالا با تو بند بازیگران دسته سامان
زود از اوت برو بازی در آوردن بازیگران دسته امانتبانک امکانیت نیز پیدا می شود. گلیاکوف موفق نشد. و یک ضربه دیگری که بود اینجا بلندتر از جانب امید قوزیوف. باز محمدوف از دروازه توپ را به بازی خواهد در آورد. توپ را میگیرد اینجا دروازه‌بان دسته امانتبانک جان مرادوف. گلیاکوف فشار بیشتر می شود از جانب دسته سامان. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانتبانک. فریدون با توپ است، از پای میافتد، هیچ قاعده بیرون کنی نیست. ببینید در همین فرصت که چگونه ضربه اجرا کرده شد و جان مرادوف سیفیولی انجام میدهد. دروازه‌بان دسته امانتبانک. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانتبانک بسیار هم خوب. محسن محمدزاده. صدای شکی دوباره اینجا بلند می شود. بازی ادامه می‌یابد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سامان. ضربه از همین مسافه اجرا کرده می شود و جان مرادوف می تواند که توپ را بگیرد. حالا یکی از بازیگران امانتبانک سعید رضا سروری اندک خود را بد احساس میکند پس از قاعده ویران کنی که مقابلش بود. خوب است، بازیگر دسته امانتبانک بازی را ادامه داده میتواند.
فشار میارند بازیگران دسته امانت بانک. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سامان. فرصت هم هست. حالا با توپ است اینجا حمید غلامی. ضربه او و پلوتر از دروازه. تایم اوت میگیرد سرمربی دسته امانت بانک عبدالله سیحمردov. ببینید فرصت هایی که حالا همون حالتی که نخترش بازیگر دسته سامان کامران جان خوشوقت توپ رو به دروازه امانت بانک روان کرده بود. فشار میارند بازیگران دسته امانت بانک. 5 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است دوستان عزیز. با تو بس حالا سید رضا سروری. پوزیوف ضربه و پلوتر از دروازه اکنون از میدان بیرون می شود. فشار بیشتر شده است از جانب بانکداران. حالا هجوم دسته سامان اکنون رو اندازی کرده می شود. مهرداد کریمی پس نیز اینجا باید داده می شد اما ضربه را اجرا می کند. در همین فرصت حاتم رحمانوف از ضربه زده و پلوتر از دروازه از میدان بیرون شد. یک ضربه دیگر از جانب بازیگران دسته امانت بانک و اینجا میبینیم که ضربه بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد.
муроҷон муродов фишор бештар мешавад аз ҷониби дастаи Сомон ва инҷо бинед ки чӣ гуна фишор ба ҷониби Насим Шерипов буд. аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ медароранд сурхпӯшо. як зарбаи дигар буд, аммо инҷо балотар аз дарвоза тӯб аз майдон берун мешавад. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Амонатбонк ва дар ин миён мебинем ки тӯб ба дарвоза ворид намешавад. бубинед дарвозаи Амонатбонк холӣ буд. як фурсати бисёрам хуб барои дастаи Сомон аз байн меравад. ҳоло осеб мегирад бозигари дастаи Сомон. ҳоло довар мебинем ки ишора мекунад ки табиб ба ӯ кӯмак кунад ё на. از یک دقیقه دیگر بیشتر باقی مونده است. سامان باشد با حساب 2-1 حالا در حساب پیشگام است و حالا در این مدتی وقتی که باقی مونده است در فوتسال میتواند که مچی تغییر یابد. همین خاطر بازیگران امانتبانک حالا تلاش خود را ادامه داده ایستادند. فرصت پیدا میشد برای بانکداران. گلیاکوف پاس میدهد، ضربه دیگر و باز محمدوف میتواند که اینجا سه فعالی باز هم انجام بدهد. حالا با توپ است در همین فرصت سعید رضا سروری به قفا پاس داد. محسن محمدزاده دیگر باره با توپ سعید رضا سروری توسط کناری راست هجومی دسته امانتبانک راه اندازی کرده می شود و اینجا ضربه که بود میبینیم باز هم به نتیجه است. پس به قفا محسن محمدزاده حالا با توپ است سعید رضا سروری. تلاش از جانب بازیگران دسته امانتبانک فرصت هم پیدا می شود و در این میان ببینید که چگونه برطرف میکنند این حالت را بازیگران دسته سامان. کوزیوف پسیو به قفا پورا در خط حمله هستند بازیگران دسته امانتبانک و ضربه که بود ببینید چگونه گل است. 3 برابر کرده می شود محسن محمدزاده. در همین فرصت ببینید که چگونه توپ را به دروازه تیم سامان میزند. بیست و 22 ثانیه دیگر تا انجام بازی باقی مانده بود، اما ضربه که محسن محمدزاده به جانب دروازه سامان روان کرد یک گل بسیار هم زیبا بود. باید متوجه میشیم که چگونه پاس داد سعید رضا سروری و ضربه را ببینید. فیروز باز محمدوف آن را برطرف کرده نتوانست و ببینید که ضربه زده ای محسن محمدزاده چگونه به دروازه وارد می شود.
بسیار هم گل زیبا در اجرای بازیگر دسته امانت بانک. حالا اینجا وقت اساسی بازی به انجام میرسد دوستان عزیز، با نتیجه مساوی 2-2. از سایت سامان یادآور میشم که مهرداد کریمی و کامران جان خوشوقتوف گل ها رو به ثمر رسانیدند. از سایت امانت بانک باشد صابر جان گلیاکوف و همچنین محسن محمدزاده مؤلف گل ها شدند. و می ترتیب بازی اولی امانت بانک و سامان با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه می‌یابد و دسته که 2 غلبه به دست میارد گفتیم راه خود را به مرحله نیم نیمه مسابقه هموار میکند و به این ترتیب در بازی امانت بانک و سامان در وقت اساسی غالب معین نمیگردد. داور صدای شکی خود را بلند میکند دوستان عزیز و اشاره میکند که بازیگران سامان نیز باید به میدان برگردند. وقت اساسی بازی با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت و به این ترتیب باید در این بازی دسته غالی باید و اکنون در اکسترا تایم باز هم این دو دسته رقابت را ادامه میدهند و میبینیم که امانت بانک یا سامان کدام حالا غالبیت را به دست میارد. البته نتیجه مساوی باید نباشد. اگر در اکسترا تایم نیز نتیجه مساوی شد پس طریق سلسله ضربه‌های پنالتی غالب در این بازی معین کرده می شود. و ببینید که گلی که به ثمر رسانید محسن محمدزاده 22 ثانیه ماندن تا انجام وقت اساسی بازی باعث به آن میگردد که امانت بانک از باخت نجات یابد و بازی در اکسترا تایم اکنون ادامه کند. بازی شروع می شود. تلاش از جانب بازیگران دسته سامان بیاید متوجه میشیم. اینجا کوزیوف
боз медорад бозигари дастаи Сомонро. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Сомон. пас ба қафо дар дифоъанд бозигарони дастаи Амонатбонк. пурра дар лаҳзаи охири бозӣ ба ҳуҷум гузаштанд бозигарони Амонатбонк, гарчанде ки дарвозаро холӣ гузоштанд ва дар ҳамин фурсат бубинед ки тӯб ба дарвозаи як ҳолате ки барои дастаи Сомон буд, тӯб ба дарвозаи Амонатбонк ворид нашуд ва баъдан онҳо тавонистанд ки тӯбро ба дарвозаи Сомон зананд. муҳсин муҳаммадзода ақибнишинӣ мекунанд бозигарони дастаи Амонатбонк. талоши навбатӣ Ҳамид Ғуломӣ, паси ӯ ба канори чап буд, аммо тӯб то ба Хусрав Холиқназаров рафта нарасид. андаке фориғболӣ карданд дар лаҳзаи охир бозигарони Сомон, ба ин боис ба он гардид ки ҳисоб баробар карда шавад. муҳсин муҳаммадзода таси канори чап, зарбае ки аз ҷониби ин бозигар буд. бубинед ки навбат Фирӯз Бозмамадов чӣ гуна метавонад ки онро бартараф кунад. чунам зарбаи қавӣ дорад муҳсин муҳаммадзода. таси канори рост, талоши навбатӣ аз ҷониби бонкдорон, зарба аз ҷониби Саидризо Сарварӣ. Бозмамадов зуд тӯбро ба самти Ҳамид Ғуломӣ медиҳад. талоши навбатӣ аз ҷониби Сурхпӯшо, инҷо иштибоҳ мекунад Ҳамид Ғуломӣ ва ин боис ба он мегардад ки бозигарони дастаи Амонатбонк ҳуҷуми худро роҳандозӣ кунанд. пас ба қафо Саидризо Сарварӣ, ҳоло бо тӯб аст, бозам пас ба қафо. акнун тавси канори рост бозам ҳуҷуми дастаи Амонатбонк роҳандозӣ гардид ва Қузиев дар ҳамин фурсат муваффақ нашуд. тағйиротро дар ҳайати дастаи Сомон зуд анҷом дода мешавад. ва акнун бубинед ки дар ҳамин фурсат чӣ гуна мехост Насим Шарипов тӯбро ба дарвозаи Бозмамадов занад, аммо муваффақ нашуд. таси канори чап ҳуҷуми дастаи Сомон роҳандозӣ карда мешавад. пас ба самти Ҳамид Ғуломӣ. Ҳамид Ғуломӣ як нафарро мегузарад ва инҷо муваффақ намешавад ки ба ҳамдастаи худ пас бидиҳад. ва акнун зарбае ки буд аз ҷониби бозигари Сомон, мебинем ки садгузорӣ низ дар сатҳи олӣ буд аз ҷониби Сабзпӯшо. Муроҷон Муродов, зарбаи ӯ ба хати ҳамла буд, аммо тӯб рост ба дасти Фирӯз Бозмамадов омад.
مهرداد کریمی در همین فرصت اندکی آسیب میگیرد، اما خوب است، بازی را ادامه داده میتواند. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک، اینجا نمیتواند از حریف گذرد. هر دو دسته فاولانه بازی کرده ایستادند و اگر همین گونه رفتن گیرد پس شاید در اکسترا تایم ها نیز غالب معین نگردد. اشاره میکند مصطفی افشاری که حمید غلامی به نزدیک آید تا او را عوض کند. در همین گونه فرصت ها خستگی از جانب بازیگران دسته سومون به نظر می رسد. توسط کناری راست هجوم دسته سومون بدون نتیجه است. با سمت برابری از جانب بازیگران دسته امانت بانک. فریدون پسیو به خفا، محسن دیگر بار پسیو به فریدون نعمتوف. فریدون جای توپ را از دست داد. تلاش بازیگران دسته سومون بسیار هم خوب، اینجا خواست که از محسن گذرد اما موفق نشد. در همین فرصت رضا طلایی فشار میارند بازیگران دسته امانت بانک. ضربه از همین مسافه اجرا کرده می شود از جانب سعید رضا سروری و پلوتر از دروازه بازمحمدوف توپ بیرون می شود. یک ضربه دیگر از جانب بازیگران امانت بانک. پلوتر از دروازه توپ از میدان بیرون می شود و به این ترتیب 5 دقیقه قسم اول اکسترا تایم به انجام می رسد. هر دو دسته باز هم به دروازه یک دیگر گل داده نتوانستند و اکنون در 5 دقیقه قسمت دوم اکسترا تایم می بینیم که امانت بانک و یا سومون کدام موفق می شوند. هر دو دسته قوه برابر دارند و من این رو بالاتر هم گفته گذاشتم از جفته که سورو کمپانیا و کلوب مرکزی ورزشی ارتش آنجا بازی میکنند، یعنی که آنجا دسته سورو کمپانیا که دسته پرقوت‌تر است، دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش دسته دبیوتان در موسم امسال سوپرلیگ است. ولی در بازی اول با حساب 11-5 بدون مشکلی توانست که تیم سورو بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش به پیروزی برسد. اما امانت بانک و سومون که هر دو هیئت‌های برابر قوه دارند می‌بینیم که تا هنوز در این بازی غالب معین نمی شود. اندکی بازیگران نفس خود را راست میکنند و بعدا ادامه می‌یابد 5 دقیقه باقی مانده در اکسترا تایم قسمت دوم. حالا مصطفی افشاری به شاگردان خود میفهماند که چگونه باید 5 دقیقه باقی مانده را در میدان پسی سر کنند. بازیگران امانت بانک باشند آماده‌اند که
و بازی ادامه بدن و آنها حالا که در میدان هستند. سرمربی عبدالله سیاهمردوف نیخترش به آنها کوتاه حقق فهموند که چگونه در ادامه بازی را دوام دهند. آغاز می شود اکسترا تایم دوم. حساب برابر 2-2 است و اکنون در این 5 دقیقه باز هم بازی دست و جالبتر می شود. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک. پس به سمت گلیاکوف فشار میارند باز هم اینجا بانکداران. پس به قفا محسن محمدزاده. باز محمدوف از دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. مرادجان مرادوف توپ را گرفت، زود به فریدون پاس داد. فریدون نعمت فولاد در مرکز میدان با توپ است. در دور 14 دسته امانت بانک در یک بازی بسیار مشکل از استقلال با حساب 4-3 شکست خورد 5 روز پیش و آنجا قوزیوف در دسته امانت بانک خطری کرده بود. در همین میان سامان باشد با حساب 4-3 کلوب مرکزی ورزشی ارتش را شکست داده بود. سیف اولی از جانب مرادجان مرادوف را اینجا میبینیم. از کدام موقع ضربه اجرا کرده شد و چگونه آن را برطرف کرد. آخرین بازی که امانت بانک و سامان داشتند دوستان عزیز روز 24 نوامبر بود در دوره 12 سوپرلیگا و آنجا امانت بانک با حساب 1-0 سامان را شکست داده بود با یگانه گلی که سید رضا سروری در دقیقه 14 بازی به ثمر رسانیده بود. و بعدا دوستان عزیز دستای سامان و امانت بانک در جام تاجیکستان نیز با یکدیگر بازی کردند و در همان بخوری در بازی دوم دستا امانت بانک با حساب 2-1 سامان را شکست داد. حساب عمومی 4-4 شد و در سلسله پنالتی سامان با حساب 4-1 توانست که بر امانت بانک غالب آید. خسرو خالق نظرов درست‌تر دروازه مرادجان مرادوف را به نشان گرفته نمی‌تواند. داور اینجا اکنون میفهماند به خسرو خالق نظرов که دفعه دیگر به آگاهی نشان میدهد باید احتیاطکار باشد. اشتباه از جانب مهرداد کریمی. فرصت پیدا میشود برای دسته امانت بانک. فرصت هست، ضربه نیز اجرا کرده میشود از جانب سید رضا سروری و فیروز بازمحمدوف میتواند که توپ را بگیرد.
جو قاعده بازی ویران کرده شد. مقابل مهرداد کریمی اشاره میکند اینجا بازیگر ایرانی که باید آگاهی نیز نشان داده شود به بازیگر امانت بانک، چون که ببینید اگر از همین بازیگر میگذشت انیخترش گذشتگی بود مهرداد کریمی و یک فرصت خوب نیست برای دسته سومون به میان آمده بود، اما رو از پای افتانیدن. ببینید که در همین فرصت چگونه گزارش کرده بود و این هم همون فرصتی که ضربه را اجرا کرد سعید رضا سروری و اون را باز محمدوف داشته بگرفت. حالا اینجا تایم اوت میگیرد سرمربی دسته سومون مصطفی افشاری. دو دقیقه دیگر باقی مونده است و در این 2 دقیقه میبینیم که امانت بانک و سومون چه نتیجه را نشان میدین. توجه میشیم که نبات از ضربه جریمه چگونه است. اینجا ضربه نمیزند، پس میدهد، فرصت پیدا میشد برای دسته سومون و تو به دروازه‌واری نمیشد. اسراو خالق نظرف موفق نشد. در یک فرصت دیگری که محض از همین موقعیت از ضربه جریمه گل زده بود مهرداد کریمی، نبات بازیگران سومون میبینیم که ضربه را مستقیم اجرا نمیکنند و پس میدن. توپ را به بازی می‌دارند بازیگران دسته سومون. و در همین فرصت می‌بینیم که موفق نمی‌شوند. بازیگران هر دو تیم خسته شدند دوستان عزیز. البته در فوتزال قوه بیشتر صرف می‌شود. هر دو دسته در وقت اساسی که غالب رو معاین نکردند. اکنون در اکسترا تایم حالا تلاش بهری غالبیت ادامه دارد، فرصت پیدا می شود برای بانکداران و فیروز باز محمدوف می تواند که توپ را بگیرد. نزدیک بود محسن محمدزاده توپ را به دروازه دسته سومون میزند. البته بازی که در میدان امانت بانک است آنها اما جدی تلاششان این است که غلبه را به دست آورند، چون که الکی بازی آینده در میدان دسته سومون خواهد بود. سومون که دسته دانشگاه ملی تاجیکستان است و طبیعی است که اونجا همه دانشجویان برای دستگیری دسته سومون در این بازی مهم میروند و فضا نیز بسیار هم گرم خواهد بود و میبینیم که اونجا بازی با چه نتیجه انجام می‌گیرد. و اگر امروز سومون تواند که در همین میدان امانت بانک را شکست بدهد، بعداً در میدان خانگی خود البته اونها شاید برتری داشته باشند، چون که مخلصان میتوانند که به این تیم کمک کنند. البته اینجا شاید کلمه شاید است. حالا بازی به اتمام نرسیده است. چند ثانیه دیگر باقی مانده است. تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته امانت بانک. زود باید توپ را به بازی درآورند. محسن محمدزاده. ثانیه به شمار باقی مانده است. محسن، ضربه محسن و اینجا برطرف میکنند. یک فرصت دیگر، ضربه دیگر اجرا کرده می شود. فیروز باز محمدوف این نبات ضربه زده سعید رضا سروری رو برمیگردونه. محسن محمدزاده چون دفعه قبلی باز هم میبینیم که ضربه را مستقیم اجرا میکند جانب دروازه سومون. تا تواند که باز هم خیلی که حساب را برابر کرد با چون این ضربه این نبات دستش را در حساب پیش برآورد، اما موفق نشد. هفت ثانیه دیگر باقی مانده است. از ضربه کنجی توپ را به بازی می‌دارند بازیگران دسته امانت بانک. محسن، پنج ثانیه دیگر.
فرصت پیدا میشد برای محسن. حالا امکانیت پیدا میشد برای بازیگران دسته سامان. مهرداد کریمی ضربه و توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود و با همین ترتیب در اکسترا تایم ها نیز گلی معین نمی شود. دوستان عزیز، حساب باز هم 2-2 است از سایت سامان. مهرداد کریمی و کامران جان خوشوقتوف گل ها را به ثمر رسانیدن. از سایت امانت بانک باشد محسن محمدزاده و سامیر جان گلیاکوف مؤلف گل ها می باشند. پیش از اجرایش ضربه بازیگری دسته سامان الکی دوباره صدای شکش را از انجام وقتی بازی بلند کرده بود. آماده میشوند دست‌ها اکنون برای ضربه پنالتی و اکنون این نوبت بخت برای کدامی از دسته خواهند دو آنجا غالب معین شود. هر دو دسته در بازی امروزه قوه برابر داشتند. فرصت ها نیز کاملا از لحاظ اموری از جانب هر دو تیم برابر بود و اما اگر ما به بازی بین خودی آخری دستان نیز نظر افکنیم که من نتیجهش رو به شما گفتم، در یکی امانت بانک پیروز شد، در دیگری سامان غلبه کرد و همین ترتیب رقابت پذیری میان این دو دسته در موسم امسال بسیار هم در سطح عالی است. گرچه که سورو کمپانیا، سپر، استقلال دستهایی که آنجا قوای برابر دارند و رقابت پذیری میان این دسته ها برابر جریان میگیرد و استقلال حتی توانسته بود که با سپر در آخرین بازی مساوی کند و فینالی جام تاجیکستان را نیز ما فراموش نکردیم که سورو کمپانیا و سپر چگونه یک بازی برابر داشتند، اما آنجا 12 ثانیه ماندن تا انجام بازی توانست که بازیگری دسته سپر ادواردو اگنالدو با گل خود غلبه دستش رو تامین کند و به همین ترتیب اکنون امانت بانک و سامان که البته پرقوتی حیاتشان به مانند سورو کمپانیا و سپر و استقلال نیست، در این میان آنها دسته رقابت پذیر میانی هم هستند. اما امانت بانک و سامان در موسم امسال سوپرلیگ دسته‌ای بودند که برای سورو کمپانیا، برای استقلال دسته‌ای باشند که البته دشواری ها رو ایجاد کنند. مصطفی افشاری به شاگردان خود البته اینجا حالا میفهماند و آنها اکنون همه یک جا جمع میشوند و میبینیم که کی از سایت سامان ضربه را اجرا میکند. از سایت امانت بانک باشد سرمربی جوان این تیم عبدالله سیحمردوف نیز با شاگردان خود یک صحبتی کوتاه میکند و دست‌ها به میدان برمیگردند. بازیگرانی که ضربه را اجرا میکنند حالا اینجا آماده میشوند. داوران نیز معین میکنند که کدام دسته اولینش را ضربه را اجرا میکند و در کدام موقع ضربه اجرا کرده می شود.
قوزیف و همچنین حتمشور رحمانوف در نزد داور هستند و داوران بازی امروزه نوروز جانی سلیمان، رشید سعید تباروف، امین جان شاکیروف و همچنین داوری سونیا سنج، سیارا سعیدова اما یک جا هستند معین می شود و اکنون ببینیم که از کنار راستی میدان ضربه اجرا کرده می شود و نخست بازیگران دسته امانت بانک ضربه را اجرا می کنند. فیروز بازمامدوف به دروازه می آید و محسن محمدزاده باشد. حالا ضربه 6 متره را اجرا خواهد کرد. حالا داور اینجا با محسن محمدزاده میفهماند که چگونه باید پنالتی را اجرا کنند. موقعیت میگیرد فیروز بازمامدوف و در نزد توپ است محسن محمدزاده که بسیار هم ضربه قوی دارد. متوجه میشویم ضربه اجرا کرده می شود و حساب 1-0 به فایده امانت بانک می شود. محسن محمدزاده به خطا ضربه را اجرا می کند. نوبت به دسته سامان می رسد. از سایت دسته سامان ببینیم که کی پنالتی را اجرا می کند. مروجان مرادوف در دروازه امانت بانک است. حمید غلامی، ضربه حمید غلامی و بسیار هم ضربه قوی بودند که چگونه اینجا با کنج دروازه ضربه را روان میکند که مروجان مرادوف حتی توپ را ندید و یک لبخندی عجیب هم میکند مروجان مرادوف که چگونه البته ضربه بازیگری دسته سامان سخت بود. امکانیت برای صابرجان گلیاکوف، ضربه گلیاکوف و توپ به پهلوی دروازه برمیخورد. صابرجان گلیاکوف که در بازی امروزه گلی اولی امانت بانک را به ثمر رسانیده بود در پنالتی خطا میکند. پهلوی دروازه به سامان کمک میکند. نوبت باز برای بازیگران دسته سامان است. خسرو خالق نظرов در نزد توپ است. ضربه خسرو و اینجا مروجان مرادوف میتواند که این نوبت ضربه خسرو خالق نظرов رو برگرداند. احسن میگویم به دروازه‌بانی دسته امانت بانک. امکانیت باز هم برای بازیگران دسته امانت بانک است. ضربه اجرا کرده می شود از جانب سعید رضا سروری و اون نیز موفق نمی شود. ضربه زده و پهلوتر از دروازه از میدان بیرون شد. ضربه بازیگری دسته سامان را برمیگرداند مروجان مرادوف. رضا طلایی اینجا موفق نمی شود. احسن به دروازه‌بان امانت بانک ببینید که دو پنالتی رو گرفت، گرچه که دو اشتباه که از جانب بازیگران امانت بانک بود. آنجا یکی توپ به پهلوی دروازه رسید و دیگری باشد راست به سمت دروازه نبود. امکانیت برای بازیگران امانت بانک. کاپیتان دسته امید کوزیف در نزد توپ است. کوزیف که بازیگری با تجربه است. میبینیم حالا ضربه کوزیف و اکنون فیروز بازمامدوف نیز باید از خود درک بدهد و ضربه امید کوزیف رو برمیگرداند. مروجان مرادوف موقعیت میگیرد. نوبت برای بازیگران دسته سامان. مهرداد کریمی، ضربه مهرداد کریمی و گل است. حساب 2-1 به فایده سامان می شود و اکنون که بازیگران امانت بانک اینجا اشتباه کنند پس سامان به پیروزی می رسد. بسیار هم خوب ضربه را اجرا کرد اینجا مهرداد غلامی که در بازی امروز نیز گل زده بود.
насим шарипов. зарбаи насим шарипов бубинед ки чӣ гуна дарвозабонро инҷо фиреб медиҳад. насим шарипов ва ҳисоб баробар мешавад 2-2. дар пеналти низ ҳисоб 2-2 аст. дар бозӣ низ имрӯз ҳисоб 2-2 буд. фурсат акнун пайдо мешавад боз барои бозигарони дастаи Сомон. зарба иҷро карда мешавад, бисёрам хуб ва ҳисоб 3-2 мешавад ва Сомон акнун метавонад ки ба пирӯзӣ расад. Отамшон Раҳмонов голи ғалабаоварро барои дастаи Сомон аз зарбаи пеналти ба самар мерасонад. вақти асосии бозӣ бо ҳисоби 2-2, экстра тайм низ бо ҳисоби 2-2 хотима ёфт. дӯстони азиз, ва дар силсилаи пеналти бошад Сомон бо ҳисоби 3-2 тавонист ки Амонатбонкро дар бозии аввали плей-офф шикаст бидиҳад ва макнун бозии дуюми дастаҳо дар маҷмӯаи варзиши донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар майдони хонагии Сомон баргузор мегардад. дар ҳамин ҷо дар маҷмӯаи варзиши кумитаи андози ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш хешро ба анҷом мерасонем. бо шумо будам ман Фаридун Сафарзода. сеҳатманду пирӯз бимонед. хайр.